اینترنت رو این روزها همه میشناسن، چون از صبح تا شب باهاش مشغول رد و بدل کردن پیام، ثبت نام، کارهای بانکی و هزار تا کار دیگه هستن و برای همین هم صحبت کردن دربارش آسونه. اما در سالهای دور داشتن چیزی مثل اینترنت فقط میتونست یه رویای دور از دسترس برای بشر باشه. برای درک این مسئله اجازه بدیم برگردیم عقب. انسان‌های آغازین وقتی فهمیدن با داد زدن و کشیدن تصاویر روی سنگ‌ها و دیواره غارها نمیشه به خوبی ارتباط برقرار کرد و اطلاعات رو منتقل کرد و روی کبوترهای خسته‌ام نمیشه خیلی حساب باز کرد، کلی مخ ترکوندن تا اینکه بعد از چند هزار سال فهمیدن میتونن با دود آتیش هم به هم علامت بدن. هزاران نسل گذشت و آدما که دست به اختراعشون خوب شده بود، تلگراف و تلفن و وسایل ارتباطی دیگر رو ساختن تا فاصله‌شون هی نزدیک و نزدیکتر بشه. اما جاه طلبی های بشر ادامه داشت تا اینکه در سال 1957 یه اختراع دنیا رو متحول کرد. تا قبل از این سال کامپیوترها خیلی کند و غول‌پیکر بودن و فقط برای انجام محاسبات علمی ساده در حد ماشین حساب‌های معمول و چرتکه‌های حجره‌های ته بازار به کار می‌رفتن. اما بعد از اینکه در زمان جنگ سرد که یه جنگ اطلاعاتی بود، شوروی یه ماهواره به مدار زمین فرستاد، امریکایی‌ها که نگران از بین رفتن اطلاعاتشون توی حمله ناگهانی بودن، شبکه‌ای رو طراحی کردن که در اون همه مراکز میتونستن به طور همزمان اطلاعاتشون رو مبادله کنن. و اینطوری بود که عدو سبب خیر شد و شبکه آرپا متولد شد، پدر بزرگ اینترنت امروزی. اینطوری شد که دانش بشر از کتاب‌های خطی پراکنده اومد و یه جا جمع شد. تو سال 1971 اولین نامه الکترونیکی یا ایمیل بین دو مرکز ارسال شد. البته اون وقتا ایمیل زدن چیزی شبیه گل زدن به برزیل بود. با اختراع مودم کامپیوتر در سال 1977 و متعاقبش ساخت اولین کامپیوتر شخصی در سال 1981 توسط IBM، کامپیوتر شد عضو جدید خانواده ها. تو کمتر از یک سال 2308 نفر توی دنیا تونستن اینترنت داشته باشن. این تعداد برای اون زمان اونقدر چشمگیر بود که طبق معمول کاسبا براش کیسه دوختن و در سال 1978 اولین اسپم یا هرزنامه تبلیغاتی برای کاربران ارسال شد. البته اون زمان دریافت اسپم خیلی هم هیجان انگیز بود، چون اون روزا مثل الان هر روز صدها و هزاران اسپم مربوط به کرم سفید کننده و قرص اعتماد به نفس و عینک دید در شب برای آدما ارسال نمیشد. یوزنت که یه برنامه ساده گفتگوی اینترنتی بود، جواب آدمای پرچونه رو نمیداد. این بود که در سال 1988 اولین برنامه چت آنلاین به بازار اومد. خدا ازشون نگذره که سن ازدواجو بردن بالا. وسط مکالمه لیلی و مجنون سر مهریه و جهیزیه بود که اولین ویروس اینترنتی ضد حال زد و برنامه ازدواج کلاً به هم ریخت. در سال 1989 تیم برنرزلی شبکه گسترده جهانی اینترنت رو معرفی کرد که بعدها موسوم شد به انقلاب مجازی. بعد از اون بود که اینترنت های دایال-آپ و سرویس دهنده‌های اینترنت به میدون اومدن. اون سر و صداهای عجیبی که یادتون میاد. در سال 1995 یه ایرانی تونست برای اولین بار سایتی برای خرید و فروش ایجاد کنه. با ورود گوگل، یاهو، اسکایپ، فیسبوک، توییتر و سایر شرکت‌های بزرگ، اینترنت دیگه فقط محلی برای تبادل اطلاعات نبود، بلکه تبدیل شده بود به دهکده جهانی که بزرگترین مرکز درآمدزایی و تبلیغات هم بود. کم کم تلویزیون‌های آنلاین راه افتادن و نشریات الکترونیک جای روزنامه‌های سنتی رو گرفتن. سال 2007 بود که سازندگان موبایل هم بالاخره تسلیم این قدرت جادویی شدن و برای فروش موبایل‌ها اونها رو به اینترنت مجهز کردن. در سال 2008 انتخابات امریکا به صورت آنلاین برگزار شد و یه خلقی رو از پوستر چسبوندن نجات داد. کم کم سیاستمدارا توی دنیا به اهمیت اینترنت و قدرت اعجاب انگیز شبکه‌های اجتماعی پی بردن و دیگه همه چی تو لحظه اتفاق میافتاد. درسته که شما مرتب از طریق توییتر و فیسبوک و اینها اطلاع رسانی کردید، اما واقعا از نزدیکتون ببخشید. حالا این انشالله این نشانه اتفاقات فردا نباشه. عصر امروز عصر اینترنته و امروزه خیلی‌ها بی آب و غذا سر میکنن، اما بدون اینترنت هرگز. آمار 2 میلیارد و 405 میلیون نفر کاربر اینترنت در دنیا این گفته رو تأیید میکنه. یه نکته، از همین الان ساعتتون رو نگاه کنید و 1 دقیقه وقت بگیرید. تو همین فاصله در دنیا 30 ساعت ویدئو تو یوتیوب بارگذاری میشه. 100,000 توییت ثبت میشه. 6 میلیون صفحه در فیسبوک دیده میشه. 20 میلیون عکس در فلیکر گذاشته میشه. 47,000 نرم افزار دانلود میشه. 45 سایت مخرب راه اندازی میشه. و 2,400,000 جستجو در گوگل انجام میشه و آمازون هم $830,000 جنس میفروشه. ضمن اینکه حجم ترافیک اینترنتی کل دنیا در این 1 دقیقه به اندازه 230,000 دیویدیه. اینو میگن معجزه اینترنت، چیزی که دنیا رو شگفت زده کرده.